بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا به پروردگار عالمیان و درود و سلام به محمد صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از سلسله های برنامه هر روزه مسلمان زن امروز آخرین برنامه را خواهیم گرفت. در آخرین برنامه این آمده است که خواهری عزیز کمی هم باشد رفته آرامونه آسوده خواب بکن تا اینکه برای آماده کردن طعام‌های سحری خسته توانی. خواهر گرامی، در وقت خواب ذکرهای پیش از خواب را فراموش مکن و هنگامی که بیدار میشوی ذکرهای بیدار شوی را بخوان. در شبهای رمضان خواب کردن برای هر یک کس اجازت است مگر در دهه آخر رمضان، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دهه آخر رمضان می درآمد شب زنده داری می کردند و خانواده خودشان را بیدار می کردند برای عبادت، زیرا در دهه آخر رمضان این شبی است که بهتر از 1000 ماه است، شب قدر. خواهر عزیز، اگر شوهرت میل خواب همبستری داشته باشد، مادامی که تو عذر نداشته باشی تکلیفش را رد مکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هرگاه شوهر همسرش را به بستری خود بطلبد، همسر امتناع ورزد یعنی رد کند و شوهر از این کار غضب‌آلود شبش را گذراند، ملائکه ها تا صبح آن زن را لعنت میکنند. با روایت بخاری و مسلم. همبستری شدن با همسر در روزهای رمضان ممنوع و یکی از شکننده های روزه می باشد، اما در شبهای رمضان جایز است، زیرا الله سبحانه و تعالی در قرآن می گوید احل لكم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی همبستری با زنانتان در شب ماه روزه یعنی ماه رمضان برای شما حلال شد. سوره بقره. خواهران گرامی، این بود از سلسله های برنامه هر روزه. در آخر این را گفتنی هستم که با یاری الله تعالی آن را به اتمام رسانیدیم. اگر این برنامه درست موافق شریعت باشد، از الله تعالی پرسانیم که برایمان اجر و ثواب عطا کند، هم برای گوینده و هم برای شنونده. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.